سلام خدمت همه دوستا و هموطنان عزیز. انشالله که همتان جور صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و از هر نوع گزند روزگار در امان باشین. خب دوستان سلام، خدا کنه جور صحت سلامت باشید و از گزند روزگار به امان باشید. ما کاپی پیست کردم از گپای مادر جانم. دوستا خوش آمدین به یک ولاگ جدید ما. امروز یک مهمان داریم که این مهمان عزیز ما را شما میشناسین و پیش از این که من نامشان بگیرم و معرفی کنم میشه که خودش یک سلام علیک داشته باشه. بله، سلام خدمت همه دوستایی که ما را بیننده هستن از چینل خاله جان میشن، چینل مریم صدیقی. انشالله که جور صحتمند سلامت باشین. خاله جان، ما دیگه در جمع میمون صاحب نمیایم، چون ما دیگه همیشه اینجا میایم، اینجا خانه خودم صاحب میآید دیگه. درست است از دست که آمدی به خانه خودت شده. دیگه طبعا آدم خانه دوست خود کدام میره حتما سر از روی حساب میکنه. بدون شک مثل مرجان از دوست مهمان ما و 5 خواهر که البته این 5 خواهر نازنین شما میشناسین و اینا یک چینل یوتیوب دارن به نام 5 خواهر و یک خواهرش هم اینجاست، 4 خواهرش رفته. بخیر هستند. البته اونا نامدن دیگه مثل مرجان هم میکسن. باز دیگه دفعه بخیر انشالله کنام میاین. انشالله بخیر بی. حتما. خب مثل مرجان خوش اومدی به چینل ما. بازم خوش باشی، زنده باشی خاله جان، سلامت باشی. ما دیگه دوستا اینجا هستیم، قسمی که میبینیم میوه از چای از زحمت کشیدن. ما هم دیگه امروز آمدیم، دلتنگ شده بودیم گفتم باش خاله جانم هم ببینم، مریم جانم ببینم دیگه، هم تو باشیم قصه ها داشته باشیم دیگه. خوش هستم که اینجا هستم امروز. واقعیتش دوستا است که دمی کشور که آدم مسافر باشه، امی یک وقت یک دوست خود میبینه، یک آشنا را میبینه، میفهمه که او از دلش یک رقم پر میباشه، جمع میباشه که یعنی اینجا یکی است که من میتونم امروز گپ بزنم باشم، بخندیم قصه کنیم، آدم زیاد خوش میشه. آرام که من اینجا آمدم دیگه مینا را که دیدم یک رقم در رو که میمدم بسیار گرمی بود، تو بود که گرم بود. باز اینجا که آمدم دیگه مریم دیدم، خاله ما دیدم، گفتم یک بدلم تازه شد، گفتم اینه رسیدم بالاخره دیگه. دوستا بایی که مثل مرجان دیگه خورزادی ماست، دوست داشتنی ماست، رفیق ماست و همچنان اما تاقیدان است. اما تاقیم است دیگه. دمی برنامه هایی که قبلا ما مثل مرجان بودیم در اونجا آشنا شدیم و بسیار دوست خوبم، دوست صمیمیم است. در یک تیم هم هستیم، یک در یک تیم هستیم. خلاصه ما امو کسایی که خاله جان از چند رشته از یک جای می باشن، چند ارتباط می داشته باشن، ما هم قسم هستیم. بله، گرچه در بعض برنامه ما شما هم ما یک جای بودیم، بیننده ها دیدن، دوستا برنامه ما را کسایی که تماشا کردن حتما ما شما را دیدن. خب مثل مریم جان خودت چیزی گفته نداری؟ خب مثل جان عزیز بخیر آمدین. زنده باشید. انشالله فامیلا خوب بودن. مریم جان شکر، همگی خوب بودن. سلام میرسانم شما. علیکم السلام. وقتی که شما رو بخیر رفتین خانه سلام برسونیم به کلگی. و مادر جانم فکر کنم امروز میخوان که از خودتون سوالات داشته باشن و پرسان کنن که از زندگی گذشته تان و آینده تان و چی تصمیمات دارین به آینده. گپزی قرار است. امروز میخوایم محکمه بشین شما. میخوایم که رازایی که کشف نشده را ما کشف کنیم که چی گپ است. صحیح، ما بین خود رازای ما راز و گپ ما کلش یکی از دیگه، اینا معلوم میشه. مقصد رازای ما افشانش از تو خیره. به خاطر از سوال میکنم مثل مرجان که اکثر دوستایی که یعنی با شما آشنایی نداشته باشه و یا ایست که سابسکرایب تان نکرده باشه یا ویدیوهایتان برشان نرفته باشه و شناخت نداشته باشن، میخوایم که شناخت پیدا کنن و بفهمن که دوستای ما کی هستن. خب مثل مرجان نازنین، اگر به گذشته برگردیم، شما متولد کجا هستین و بزرگ شدی کجا هستین؟ خب ما در شهر کابل در اونجا تولدم شدیم، در اونجا بزرگم شدیم و قبل از اینکه پاکستان بیایم در اونجا بودیم دیگه. در کابل بودیم و کابل دوستم دارم دیگه. خود در اصل از کاپیسا هستم، اما در کابل کلان شدیم، در کابل زندگی کردیم، اونجا بودیم. خب مثل مرجان چقدر تحصیل کردی؟
درجه تحصیل به کجاست و کدام رشته را خواندی؟ مکتب خواندی؟ پانتون خواندی؟ من خو خاله جان از تحصیل بگویم که فعلا خو همگی تحصیلاتش در جایی که از قبل مانده بودم اونجا متوقف شده که از تحصیل نکرده. فقط که فارغ مکتب هستم دیگه. ما قدر نو مثلا مکتب خلاص کردیم راستی در پانتون نو شامل شده بودم، امتحان آماده کنکور داده بودم که باز تحولات آمد دیگه ماندم قسم دیگه. فعلا که از فعلا کدام تحصیل اینجا خب امکانش نیست که آدم تحصیل کنه، چون در کشور دیگه که باشی تا که مثلا قامت نداشته باشی یا کدام مسئله دیگه نباشه دیگه تابعیت نداشته باشی نمیتونی که در اونجا تحصیل کنی دیگه. فعلا هستم اما با امید از اینکه یک روز دوباره بتونم تحصیل ادامه بدم بسیار خوشحال میشم ان شاء الله. همگی ما تنها من همه دخترای افغان که هستن همگیشان ان شاء الله یک روز شوه که بتونن همگی تحصیل خود ادامه بدن و از امور را پیش برن موفق باشن. خداوند میربان است. ان شاء الله بخیر خاله جان. خب مثلا جان در فامیل چند نفر هستید؟ در فامیل شما خب میفهمید خاله جان که چند نفر هستیم دیگه؟ بخاطر بیننده ها گفتم. بخاطر بیننده در فامیل ماشاءالله 9 نفر هستیم. پدر جانم، مادر جانم، ما 5 خواهرها، پدرکایم خورد هستند دیگه. یک فامیل پر جمعیت که افغانا در کل پر جمعیت می باشه فامیلشان. خداوند زنده و جور داشته باشی. زنده باشین، سلامت باشین. چطور وقت شده که در پاکستان زندگی میکنی؟ در پاکستان تقریبا سال 4 دیگه شروع شد. این سال 4 است اما قسم گذشت که هیچ نفهمیدیم 4 سال چه قسم گذشت. واقعیتش خوبیای خودم داشت بدیای خودم داشت. یعنی مهاجرت که آدم میکنه در کل سختی ها و مشکلات هر قدر بوی کم است بازم زیاد است. یعنی مشکلات خود داره. شما ما اینو تجربه کردیم، ما هم تجربه کردیم، کسای دیگه که اینجا اومدن اونا هم تجربه کردن. یعنی تجربه خوب بود یا خراب؟ واقعیتش از این لحاظ واقعا من خوش هستم، فقط از این لحاظ که تمام فامیل یک جای بودیم. یعنی از یک لحاظ گفته نمیشه که ما مسافرت سخت داشتیم، بخاطر از اینکه پدر جان اگرچه از فامیلا، خویش و قوم، دوستا دور شدیم، اونا جایشان جداست، اما هر چی نباشه با پدر جان و مادر جان و خواهرها و برادرها همین ما که یک جای می باشیم به میشم شکرگزاری میکنم. یعنی میگم به ما نسبتا شاید نسبت به دیگران نسبتا آسان گذشته باشه. اما مشکلاتی که در مهاجرت از مشکلات زبان است، خانه است، جنجال است، کار است، خصوصا حمایتگر که نداشته باشه مشکلات خود داره دیگه. در کل همگی مشکل داره دیگه. خوب است، خوش گذشته تا حال. هم بدیای خود داشته هم خوبیای خود داشته. از بدیایش بگویم که مسئله کار نبودن و مشکلات بودن در اینجا، ویزا و بعض مشکلات است که کل ما دیگه مشکلات است کردیم. همگی ما از این وضعیت هستیم دیگه. خوب است میگذره دیگه. سلمه جان چطور به سریال روی آوردی؟ سریال دیگه واقعیتش من خودم خوش داشتم علاقه داشتم از همین خاطر میگن امو پس که می وقت پشت یک چیز باشی، پشت یک کار باشی، امو قسم به مو میرسی. یعنی من خودم خوش داشتم، از علایق خودم بود دیگه. فعلا هنوز یعنی کدام کار نشده که دیگه بیننده او را ببینن تا هنوز، یعنی به ثمر نرسیده، خلاص نشده. ما انشالله بیننده بودن در سریال که همه ما یک جای هم کار هستیم، با هم هستیم دیگه. انشالله که باز بیننده می باشن همگی. بله. مثل ما جان در برنامه قبل مریم جان پسر من انتقاد کرد که مادر جان هیچ کردن، اما برعکس که در این برنامه خیلی گفار ما گفتم. بعض وقت حتی مریم جان رحمانی یادش بخیر او که نیست که میگفت که خوشی دلش یگان وقت گفت نمیشه. دوستم میفهمم کسی که یک ذره سنش از 40 به بالا بره اکثرا فشارش پایین می باشه یا بالا می باشه یا دلش گرم نمیشه. و در سریال ها یادت هست چقدر وقتی که سریال ختم می شد، یعنی ثبتایش هدفم، چقدر ما شما خسته می شدیم و به یه عجله میگیم میفتیم بریم خوشم که صبح وقت می داشته. اگر یادت باشه. خب مادر جان به خاطر که من گپ نمیذارم در برنامه، به خاطر که مهمان خودتان است، خودتان باید پیش برنامه شماست، مهمان خودتان است، دیگه چیزم که خودتان تیار کردین دیگه ایش مربوط من نه. حالا من مهمانتون نیستم، خیلی که پشت صحنه هستیم. این بسیار خواهین از دوستای دیگه رقم از دیگه. نه خب گفت چرا امروز مریم گپ نمیزنه. به خاطر کامرا دستم بود مست نکردم کامرا را. وقتی که من سوال میکردم تو از یاد دیدن خسته کن چی دیگه. من سوال میکردم کامرا از پیشم میرفت
با مو خاطر باز من چپ ششتم که باش که مادر جان گپ بزنه حال خیر یک برنامه رو که مادر جان پیش برد حال چی گپ است که خیر اقدر انتقاد بگیره مثل ما جان نه نیست در این سنه نیستش دیگه گپ ما پم نمیزنه نه گپ میزنم پشت صحنه امروز هیچ گپ نمیزنه خیر خاله جان گپ میزنه از اونجا سلما جان بازم یک سوال به یادم آمد وقتی که برای اولین بار در این سنه آمدی و پیش کمره در زیر تاثیر واکنشت چی بود؟ زیر تاثیر نرفت واکنش بود نه خاله جان اما آمیانه بود راستش بگویم فکر کنم امیم ای که مثلا یکی نو میایه کم جرأت اینا باید با جرأت باشه وقتی در یک برنامه یک پیش کمره یک چیز برنامه یا هر از هر لحاظ برنامه باشه میخوای بیای کم باید با جرأت باشه دیگه من راستش زیر تاثیر فکر میکنم اینا باید دیگران باید نظر بده کسایی میبینم از نظر خودم که زیر تاثیر نمیرم این مثل ما جان حالا من خودم شخصا برای اولین باره که در سریال صبر کار کردم و یعنی پشت سنه بسیار مردم بوده یک واقعیت اما من زیاد واقعیت زیر استرس رفته بودم گپ یادم میرفت دیالوگ یادم میرفت پس درست تمثیل کردن نمیتونستم باز نوریس بیادش بخیر برو پس اصلا نه نشد اما خوب است که این سوال از من نکرده یعنی من این سوال که نمی‌شنیدم تاثیر مکد تاثیر رفت آمد ندارم تاثیر از پولی متیرم نمیتونه شده راست میگه تو قدر جرأت نداره که از پولی متی شد مثل که میگه که مریم منور جان برای من یاد کنن که مریم تو که بیرون میری از پلیس نمیترسی گفتم وقتی که من بیرون میرم پلیس از من نمیترسه گوش مریم نه اما ترس دوستا پلیس از این میترسه نه خاله ماجان ممراس میگه امی هرچی نباشه دفعه اول فرق میکنه دیگه او به او حق میدیم بخاطر از اینکه هم دفعه اول بوده هم یک تست میگرفتن حتما نه هرچی باشه کاملا زیر تاثیر خود داره یک کمک مثلا این که یک کار آدم این تنها در کمره نیست در هر کار وقت آدم شروعش میکنه در آغاز از او یک کمک استرس می داشته باشه جان یا این چیزا هست او گپا می باشه دیگه در کل بر همگی پیش میاد مطمئن هستم یعنی زیر تاثیر نامدی دیگه ما چه خدا من فکر میکنم نامدیم زیر تاثیر تا حالا نامدیم حالا ببینیم کوشش میکنم کدام وقت بیایم ببینیم مادر جان امو کتاب چاپتان اگر میشه امو سوالای محکمه تان به ما بتین که من اگر کدام سوال داشته باشم من بیخینجه پوش که مثلا بشیرم کسایی سوال هست ببینیم چه قسم سوالا میکنن از من مسلمان جان میگم مادرم گفته بود که مسلمان جان بسیار در نقشه خود عادی راحت است بسیار مقبول پیش میره عالی پیش میره در نقشه سخت‌ترین نقش شد که در سریال بود کدام نقش بود سخت‌ترینش خب من که فعلا خب اگر بگویم شاید به دوستا یک رقم گنگ معلوم شود چون اینا ندیدن هنوز سریال پخش نشده اما راستش بگویم تا حال تو کدام صحنه نبوده که اون خاله جانم شاهد است که من بگویم بسیار سخت بوده مشکل بوده در کل یعنی حالا نمیگم که هیچ سختی نداره آسان در کل هر کار سختی و آسانی خود داره حتی می کسی که در سینما می باشه سریال اگرچه من قدر تجربه هم ندارم به اندازه دیگرها مثلا خاله جان اینا زیاد کار کردن اما فکر میکنم کدام صحنه که بسیار سخت باشه که تو فعلا امیال در ذهنم نمیاد بگویم تو کدام صحنه نبوده با خودت چطور مریم جان ما اولین نقش که بود که بر ما گفتن که ما چندین بار یاد کردیم و بر ما گفتن که گریه کو گریه شدیدیم فاطمه امیری بودم و نه اولین نقش که گفتن که باید گریان کنی امرای فاطمه امیری بودم و رخسار جان بودم که گفتن گریان کو گفتم من خود غم ندارم من کدام غم خود گریان کنم است گفتم من بیغم آدم هستم گفتم من نمیفهم سر چی گریان کنم من گریان نه چیزا نمیه یک هم پلی کو گفتم تو خوشم میاد خوام خود بود یعنی هر چی که گفتن که باید گریان کنی گفتم از من همیشه دیگه چیزا گریان با بالاخره گریه نکردی بالاخره دیگه اون صحنه رو به فاطمه جان امیری دادن و خب مسلمه جان از خوارخوندایت کدام خوارخوندایت زیاد دوزنی نه همیشه جان نبریرم نکن چرا جنگ بخیزه خیلی بگو بخدا کلامشان سمی زیاده این صحنهش باز من همیشه و مریم جان و یار کلشان از یک سر میگم که یوتیوب ویدیو مرا سری نکنی دل جان قسم شما میگم سری نکنی مثلا همیشه جان است منور جان است مستا مریم جان رحمانی است خودت هستی مورد خواه خوندن نداری
خب دوستا باشه اول بگویم که جای زیاد کلشان سکیدت میشی زیاد جای دیگه. کلشان اینجا خالی باشه، جای مریم جان، مانور جان و همیشه جان از بله. کلشان و دیگه همگی همکارا که هستن جای کلشان خالی. واقعا اینجا که آمدم اینجا پیش کامera اینجا مگی و خنده شوخی مذاق داشتیم و می لحظه اونا یادم اومدن دیگه. خیر است باز ان شاء الله میبینیم پشت کلشان دق شدیم برای مریم جان عزیز، مانور جان قند، همیشه جان نازنین پشت کلشان دق شدیم. خب اینا دیگه نمیشه یکی انتخاب کنیم. نه خیر ما که هستم پشت هیچشان دق نشدیم. اون صد که میبینیم شما صد بود نیم داشتیم. خیلی بالزود پشت صحنه نه یا واقعیتش پشت کلشان دق شدیم. امی دیروز بودم رای مانور جان گپ زدم گفت که چی وقت میای؟ تو هر ثانیه گپ میزنی من سر میره تو هر شب ما گپ میزنیم. کاتم مانور مریم همیشه دیدن ما یک طرف گپ زدن ما دیگه طرف هر دقیقه مسیج و گپ و زنگ گپ ها هستیم دیگه. ما پشت که دیگه خدا جالبش نیست که چی میگه. خب قطع کده که زیاد گپ نزن که اگه من خواهد بیام قصد چیز که ما بکنم. دوستا دیشب من و مریم جان گپ میزدیم در موبایل گفت که قصه میکنیم. خوب دیگه قصه ما نیم ساعت خوش شده بود. نیم ساعت شد آخر گفتم شو دختر گفتم قطع کو گفتم فردا میایم خواندن باز کل قصه را خلاص میگیم. بازی هم میگه نه قصه ما خلاصی نداره باز دیگه قصه امو پس خاله جان که امو قصه دو دانه زن هستن که در زندان چندین سال با هم بودن در اونجا در یک اتاق بودن قصه کردن باز آخر گفت خوارک برو دامیشه باز خانه تان کامل میکنم. یعنی قصه ما که باشه مزه خاص خدا داره دادم دروازه که قصه میکنی و یک مزه میده پیش نگیده قصه دادم قصه کنم. امو کلانا گفته که قصه زنایش خلاصی نداره. اما قسم از خاله جان خوب است یعنی غیبت نیست از ما کلش قصه است. یعنی رشخندی است قصه است مذاق است. غیبت نیست رشخندی است. یعنی یگان تاست یعنی غیبت میکنه فلانی جنگ دیدی و ما را چیز با جنگ اندازی میکنه ما با کار کس کار نداریم. بلر کس کار از رو به اون میگه از رو به اون میگه ما یادت نداریم. اونم صد دفن میشه کل گپا خلاص. ما فقط بین خود گپ شوخی خنده مزاق هر چی از بین خود ماست. مثلا مریم گپ میزنه مریم سر ما گپ میزنه. کل قصه موازمی قرار است. باش که اینا قمر سوال پیش کنه ما هم سوال میکنیم از این. باش اول از خاله لیلا جانم سوال کنم. امروز از من که خلاص شد. نه سوالای باشه سوالای خودت باشه خیره. قصه گروز. از تو باشه بعد اگر برنامه. نه حالا حداقل یکی از خاطرات خدا بگه از قبل از جواب آخر بگو خاطرات دوره طفولیت حداقل یک خاطره بگو. خب باش خیر خاطره دختر همسایه بگو رفت. دیگه ندارم دیگه کدام دوست برام خاطره ندارم. آدم از هر جای از هر سن از هر لحظه خود خاطره داره. مثلا این نمیال ما شیشتیم اینجا بین هم دیگه قسم میکنیم خنده میکنیم نمی خودش یک خاطره شد یک خاطری خوش شد که یک وقت با هم یادش میکنیم که اینما دیگه باش آل خاطره گفته شد از فریاد کردم این خاطرایی که بین هم دیگه می باشیم اونا رو قصه کنیم. از می دوران شوتینگ در تیم بین هم که می باشیم. معزول از دوستای ویدیو هم دارم که دیگه مثلا تایم شوتینگ از همگی با هم یک جا صحنه‌ای همگی رو گرفته میرن. کارگردان صاحب ما باز یک دفعه میایی که دمی زمستان از دیگه زمستان یا هر تایمی که باشه جالبی است که شب کلگی خو میشه راحت خوش میکنه. اما وقتی که میایم در صحنه میبینی که نمی کلگی خو هستن. این قیبه ما جالب است. باز جالبی است که همیشه جان خوب سعی هم تو خو میبره. خاله جان شما خو میشین یا نه بین صحنه؟ ای با خدا قدر خو نشم اما روزای آخری که خسته میشدم با خصوص که صبح وقت میخیسیم شوتینگا تا 12 یک شب حتی تا 2 بجه دوام میکرد. بعض وقت امتر ششتکایی یک خو میزدم. راستی من از خاله لیلا ما را خواه چی شدیم خواه ششتکایی شم دیدیم ششتکایی خو مرغی میگن نمیره خو مرغی میگن یکون دفعه آدم خسته شم خو میبره از ششتکایی هم خو میبره. حالا خاله جان من چون صحنه یادت از یک صحنه دمو چی هم بود سریال هم بود که مرا قسم خو بوده بود مگم یادش بخیر. فکر کنم لایت تصویش مریم جان خراب شد پس جورش کرده این حاله زیر داسیر تون رفتم زیر داسیر رفتی تو زیر داسیر نمیرفتیم من زیر داسیر نه زیر داسیر رفتم هنوز خود سریال نشر نشده که دوستا و بیننده ها ببینن و ان قریب بخیر نشر میشه دیگه باز اینا بیننده می باشن که ما چه قسم سریال داشتیم خوپر بدیم خنک خورده بدیم و با خصوص همون یک سنی بر ما مسلمه جان زیاد سر بوم که بودم بی حد خنکم گرفته بود و آما جانشون میدید که من زیاد اگه گپ نمی زدم
زیاد نه سر پایه میلرزید این قسم اگر گپ میزدم دندانم به دندان میخورد شاید گپم صحیح درست نبود چون لب خویاد بسیار ناوقت شوام بود دیگه و دمون شوا چقدر آب و هوا سرد بوده بله و دلیل شامی بود که آل دوستان میگن که چون سریال قسم بود که در فصل دیگه نشر میشد از همون خاطر لباسای گرم نپوشیده بودیم نه بله بله دلیلش اینمی بود از همین خاطرم خنک خورده بودیم خب باید گفته بودم که باید معلوم نشه که خونه کسی یا گرم نیست هم خود گفتیم که سوال داریم میشه سوالات دارم کنیم که ما میریم کار داریم من از خاله ایبا میخواستم سوال کنم که کدام میخورم چای خاله جان کدام لحظه بود که در سریال براش مثلا از او یک خاطری بد داشته یا نه خاطری بد خود یکم سخت گذشته باشه برای سرش خب گفتم من مسلمه جان که برای اولین بار که زیر تاثیر کمره اومدم و شب تا صبح زیاد استرس می داشتم میگفتم صبح نه وقت نشه چون از اینجا تا فیصل تاون بسیار 1 ساعت تقریبا راه دور است و صبح میخیزم 6 بجه صبح تا 2 بجه شب واقعیت مرا نوه خوال میدادن تا لباسای خود جور میکردم لباسای موضوع میکردم و میخیزم صبح آمادگی میگرفتم و میرفتم واقعیت دیگه همطور ایش بخی قرضار خواه خلاص برد بگیم و اونجا که میرفتم میدم 1 نفر نه 2 نفر نه چندین نفر کامراماینا پیش سر سیل میکنه پیش روی کلگی گپ بزن و دیالوگ خواهد نباشه دفعه اول بود دیگه گذشته از اینا که خاله ایلمان جان اون شما عزیزا سریالایشان دیدین قبل از ایام در سریال کار کردن حالا و بعد از ایام انشالله کار کردهشان میبینین یک بسیار یک نقش مثلا خوب تمثیل میکنن بسیار خوب پیش میره اونجا کسایی که هستن همگی ما تنامنی همه تیم همگی دوستشان دارن در اونجا دیگه خاله ایلمان جان همگی مادر میگه دیگه اونجا اولادای خاله ایلمان جان بسیار زیاده بله جالبش چیز که در هر سریال مادرم یک نام داره مثلا در سریال سبک مادرم مکرویانی نامش بود همگی یعنی کسایی که پشت صحنه و داخل صحنه مادر استایلیست باز میمونه خب پشت صحنه میگفتن در پشت صحنه و در داخل صحنه همیشه مادرم به نام مادر یاد شده و حتی که حال یا مثلا لالا نوری و دیگه کرکترها که هستن زنگ میزنن مادر چی شده مادر چی شده مادر چی شده و در روزی ایدم امرای لالا معبند که سرخوردی و خانشان رفتیم گفتین مادر خود رخصار جان طالب نامده مادر جنگی بود اون سال و لالا هم خودم همیشه چی مادر جان اینا چطور هستی و یعنی کسایی که کرکتر هم هست و کسایی که پشت صحنه کار میکنن در بخش کامرودیو واقعا کلشون مادر صدا میکنن و مادر سریالی و مادر مکرویانی مادر استایلی نام ماندمش در سریال نام داره همه قسم از دوستا واقعیتش در تیم همگی که هستن همو حتی کامراماینا همگی دیگه خاله جان هم مادر صدا میگن مادرت شد مادرت شد دیگه یعنی ما بین هم قدر صمیمی هستیم که واقعیتش مثل یک اعضای فامیل هستیم همگی ما همه قسم وقتایی که کار کردن اگرچه کم خستگی دارم وقتی که ما با هم یک جای میشینیم خنده شوخی مذاق گپاک میباشه باز ساعت معتاد میشه دیگه قدر معلوم نمیشه خستگیشو خوش میگذره یعنی ای که باز از هم جدا میشیم چقدر دق میشیم و همونطور فکر میکنیم که خدام چند ماه چقدر وقت میشه که ما شما از هم دور هستیم و یکی دیگر ندیم با ای که یا مثلا شما خانه ما هستیم یا ما خانه شما هستیم و یا هر شب تلفن هست گپ زدن است اما قصه در تلفن خلاص نمیشه همونطور است مسلمه جان ما خودت خوی خصلت که دیگر میفهمیم که تقریبا 3 ماه ما و شما شب روز یک جای بودیم ما تمام خوی خصلت هایت میفهمم که چی خوشت میاد و چی بدت میاد دیگه مریم جان میخوای که ما خودت جنگ کرده یا چی قسم بدون شک میخوای ما رو جنگ بذار خبر نداره که ما بین ما از خبران نیست از ما دوستی ما محکم است فهمیدی دوستی چی نیست سرسرکایی که تو فکر میکنم اون باش که پیشتر مریم مرا گیرنده خالم از خودش سوال کنم اینا تو باید بین چند دوستت بگویم مانور جان مریم جان همیشه جان پشت یکیش که میار بسیار زیاد دق شدی این میار باید نامش بگیری فقط یک نفر واقعا زیاد دوست دارمش واقعا اسم میکنم که مثل همشیره کلام هم است که من چیز کم 10 سال همشیره کلام من ندیدیم شاید زیادتر
که او حتما مریم جان رحمانی بله که ما زیاد یعنی کلا ما بگم میبینم و یک کلا دوستم بگم دوستم اما حسی که دارم در مقابل مریم جان رحمانی حس میکنم که همشیری کلانم هست. بازم مسلمان جان یک جان تشکر از که دعوت ما را قبول کردی و آمدی در کلبه غریبانه ما. خواهش میکنم خاله جان. من اینجا آمدم یک ساعت بشینیم. من اینجا آمدم خوش شدم، آمدم شما را دیدم پشتان دق شدم با وقتش همیشه که زنگ میزنم میگم دق شدیم با میگم نه دیگه حالا خودم میرم باشه کمک دق شوانی اون پشتم باز ببینیم یا بیاین یا بریم دیگه باز ما رفت آمده را داریم دوستا پشت صحنه داریم رفت آمده را دیگه حال فکر میکنم اولین بلاگ بود که آمدم در برنامه شما بودیم نه دیگه باز هستیم میبینم ما خوش شدم دیدم مریم جان خاله جان من دیگه انشالله که باز یک ولاگ دیگه که داشته باشیم در او همگی دوستا همگی کنار هم داشته باشیم. نخیر مریم جان گفته بود که می روزا میم خریدن مادر جانش هست فکر کنم شاید مادر جانش بیا نمیفهمیشم خب مریم جان هست همیشه هست خودت هستی شاید منور جانم باشه اگر در صحنه باشن شاید هم باشه شاید هم نباشه اگر انشالله اومدن با کلتون زنگ میزنم بازم جوش که هست توکل به خدا هرچی که خواست خدا باشه خدا کل ما را هر جا که باشیم خوش آرام باشیم. آمین آمین همگی ما. خب مادر جان که گفتیم نداری؟ نمی‌چیم دیگه دوستان خسته نشه خواستم که یک خداحافظی کنیم دیگه خداحافظ همتان الله نگهدار هر جا که باشین خوش و آرام آسوده باشین. الله نگهدار. مریم جان خودتون خداحافظی که گفتین نداری؟ خودتون کدام گفتین دیگه ندارم. خب دوستا تشکر تا در برنامه با ما بودین خدا یار نگهدارتان. خداحافظ. خداحافظ.